مقامات تاجیکستان اعلام کردند نیروگاه برق آبی راغون را یک شرکت عظیم ایتالیایی بنیاد می‌کند. مقامات نیروگاه راغون گفتند شرکت سالینی ایمپرجلا در آزمون بین المللی بنیاد راغون پیروز آمد و روز 1 ایول سازشنامه در این زمینه به امضا رسید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری هم گفت که ارزش طرح راغون تقریباً 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و مسئله ساختمان در ملاقات امام علی رحمان با پیترو سالینی مدیر شرکت بررسی شد. حکومت تاجیکستان میگوید نیروگاه راغون در صورت موردی بهره برداری قرار گرفتن سالانه بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کند که هم برای تاجیکستان و هم برای منطقه‌های وسیع پاکستان و افغانستان کافی است. درباره جزئیات سازشنامه صحبت داشتم با مومین احمدی، همکارم در دوشنبه که موضوع را پیگیری کرد. عبدالمومین درباره زمان شروع ساختمان و مهلت انجام آن جزئیات دادند. سلام طاهر، امروز 1 ایول شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو CPA با حکومت تاجیکستان سازشنامه ساختمان نیروگاه راغون را بست. قرار است از 1 ایول یعنی از همین آغاز همین ماه ساختمان نیروگاه راغون آغاز شود. طوری در صحبت با ما مسئولان نیروگاه راغون گفتند حالا سازشنامه بسته شده است، ولی جزئیات این سازشنامه با مسئولان شرکت حالا هم طی چند هفته دیگر مطرح می شود. مبلغ عمومی سازشنامه حکومت تاجیکستان با این شرکت ایتالیایی نزدیک 4 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. مقامات میگویند سالینی ایمپرجیلو CPA روز 27 ایون در جلسه کمیسیون گذراندن تندری بین المللی برای ساختمان راغون از میان 40 شرکت پیروز شد و از طرح‌ریزی تا خرید تجهیزات و بنیاد این نیروگاه را بر عهده گرفته است. ساختمان مرحله اساسی راغون از ماه ایول همین سال آغاز می شود و در نظر است که مرحله به مرحله آن 11 سال ادامه یابد. ولی یک مسئله مهم پیدا کردن پول برای ساختمان نیروگاه است که تاجیکستان ندارد. این میلیاردها دلار از کجا میگیرند؟ ببینید طاهر که در مسئله ساختمان نیروگاه راغون حکومت تاجیکستان خیلی جدی مشغول شده است. هنوز معلوم نیست که از بانک‌های جهانی و یا دیگر سازمان‌های مالیوی برای ساختمان این طرح مبلغ میگیرد حکومت تاجیکستان یا نه، اما خود حکومت هم مسئله به این طرح از بودجه خود مبلغ میگذارد. برای مثال اگر بگیریم بودجه سال 2016 برای ادامه ساختمان نیروگاه 2 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که این مبلغ در مقایسه با نشانداد سال گذشته 600 میلیون سومانی بیشتر است. یادتان باشد طاهر اولهای سال 2010 حکومت معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون را بر راه انداخت که از ساکنان 186 میلیون دلار جمع‌آوری شد که این هم در طرح بنیاد ساختمان نیروگاه راغون صرف می شود. اما اینکه حالا نزدیک 4 میلیارد دلار را حکومت تاجیکستان از کجا پیدا می کند دقیقاً روشن نیست، یعنی حالا جزئیات این دسترسی ما نیست. اما کارشناسان میگویند با آنکه بانک سازمان‌های جهانی برای بنیاد ساختمان این نیروگاه مهم برای تاجیکستان ریزگی داده است، یعنی آن را قانونی و ضررآور قانونی دانسته آن را ضررآور نخوانده است، احتمال دارد که بعضی کشورها یا سازمان‌های مالیوی به تاجیکستان سرمایه گذاری کنند و یا احتمالاً تاجیکستان از بانک‌های جهانی برای ادامه این طرح ساختمان مبلغ قرض بگیرد. از سوی دیگر با در نظر داشت اینکه تاجیکستان بنیاد این طرح را 11 سال دیگر ادامه می‌دهد و برای این نزدیک 4 میلیارد دلار لازم است، با در نظر داشت آن که تاجیکستان هم مسئولا نزدیک 1 میلیارد دلار به این طرح از بودجه خود سرمایه گذاری میکند، احتمال زیاد هم کارشناسان در نظر دارند که احتمال دارد تاجیکستان از بودجه خود این طرح را بسازد. تشکر، همکارم مومین احمدی از دوشنبه صحبت میکرد.